وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید شماره بیماران کرونا ویروس در کشور به تدریج کاهش یافته ایستاده است. این وزارت شام 4 فوریه خبر داد که در یک شبانه روز اخیر در کشور همگی 5 حالت نو گرفتار شوی شهروندان به کرونا ویروس نو کووید 19 ثبت شده. در این زمان 8 نفر قبلا به این ویروس گرفتار شده از این بیماری شفا یافتند. به حساب وزارت تندرستی شماره رسمی گرفتار شدگان به این ویروس از آغاز پاندمی تا شام 4 فوریه در تاجیکستان به 17340 نفر رسیده. از این شمار تا امروز 17183 نفر شفا یافتند و 124 نفر متاسفانه فوتیدند. به این ترتیب تا شام 4 فوریه 33 نفر گرفتار کرونا ویروس در شرایط خانه یا بیمارستان تحت طبابت قرار داشتند. در اول هفته شماره بیماران حدود 80 نفر گفته میشد، ولی بسیاری ها بر اینند که شماره واقعی گرفتار شدگان و قربانیان کرونا ویروس در تاجیکستان خیلی بیشتر از آمار رسمی است که وزارت تندرستی اعتراف میکند. از 21 ژانویه به این طرف، یعنی در 15 روز اخیر، وزارت تندرستی در عموم 245 حالت به کرونا ویروس گرفتار شدن شهروندان را تصدیق کرده است. با وجود از مریضان پر شدن بیمارخانه ها و تایید کرونا ویروس در بدن ده ها نفر از سوی آزمایشگاه های خصوصی، وزارت تندرستی تاجیکستان از 20 نوامبر تا 21 ژانویه طی بیش از 2 ماه به این طرف آشکار شدن یگان حالت نو کرونا ویروس را در کشور اعتراف نمیکرد. مقامات تاجیکستان واکسن را یک راه از همه مؤثر و علمی اثبات شده جلوگیری از گسترش بیماری کرونا ویروس میشمارند. تاجیکستان تا امروز توسط برنامه کوواکس که تقسیم عادلانه واکسن های ضد کرونا ویروس را در بین کشورهای دارای و نادار به هدف دارد، به صورت رایگان بیش از 12 میلیون وایه واکسن به دست آورده است. حالا در تاجیکستان ساکنان را به گرفتن وایه سوم واکسن تشویق کرده ایستادند.